اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدون از علم سرف 18 درس گرفتیم و حالا باشد درس 19 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدون یعنی گراماتیک زبان عربی، علم صرف، درس 19. حالا ما و شما در درس 19 قرار داریم. موضوع درس 19 ما و شما مجهول امری بالام هست. مجهول امری بالام. ببینید امر حاضر، امر بالام مجهول نمی شد، اما امر بالام یا امر غائب مجهول می شود. چطوری که شما دیده ایستادید مجهول. پس مجهول امر بالا موضوع درس امروزه ما و شماست، یا میتونم بگم که مجهول امر غائب. مجهول امر غائب. مجهول امر غائب همگی 14 صیغه می باشد. 14 صیغه دارد مجهول امر غائب، چطوری که شما حالا در اینجا دیده ایستادید. پس این 14 صیغه مجهول امر غائب است. پس میبینیم صاحب کتاب درباره مجهول امر غائب چی میگوید. هر کسی که این کتاب را دارد صفحه 45. در صفحه 45 صاحب کتاب برای ما و شما مجهول امر غائب را بیان میکنه. ببینید چی میگوید. میگوید که اگر خواهی که معلوم امر بالام را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لیضرب شود. این قاعده در ما و شما آشنا هستیم. در فعل مضارع، در فعل جهد و در فعل نفی ما و شما مجهول کردیم چندین بارا. از این حساب به خاطر وقت نگرفتن بنده این حرکت ها را به حرف سرخ گذاشتم که ما قبل آخر را فتح کن، حرف مضارعت را ضم کن. ببینید در اینجا همه این کارا کردگی هستیم. این قاعده را ما چند بارا خواندیم. اکنون میگوید مجهول امر بالام را نیز 14 مثال است. ببینید مجهول امر بالام میگه همگی چند تا دارد؟ 14 تا. چطوری که شما در اینجا میبینید 6 غایب را بود. ببینید این 6 تا برای غایب است و 6 مخاطب را بود و این 6 تا برای مخاطب است و 2 حکایت نفس را بود و این 2 تا برای حکایت نفس است، یعنی برای متکلم. و 6 مخاطب را تقدیم میکنند بر 6 غایب. ببینید اصلا در هر درس‌های گذشته در فعل مضارع، در فعل جهد، در فعل نفی ما و شما اول غایب هم میگرفتیم در اینجا بود و مخاطب در اینجا بود و متکلم در جای خودش. اما چرا در مجهول امر بالام اول مخاطب را میگیریم بعد غایب را، یعنی که برعکس کردیم اینجا؟ چرا؟ زیرا اینکه میگوید که مخاطب کسی است در پیشش خطابش میکنی، از این حساب اول مخاطب رو میگیریم. یعنی که امر بالام از پیش بودگی آدم شروع میشود، یعنی که یک گپ هایی که اونقدر فایده زیاد ندارد میشد که اول غایب بیارد بعد مخاطب رو بعد متکلم رو. اما چیزی که صاحب کتاب گفته است ما این را احترام میکنیم و با گفتهش می نویسیم. چطوری که شما میبینید اول مخاطب رو نوشتم بعد غایب را و بعد متکلم را. اکنون با توضیحش میدراید میگوید آن 6 که مخاطب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. ببینید این 6 تا که برای کی؟ برای مخاطب. پیش از اینکه این موضوع را شروع بکنم اولا این لامی که در اولش موندیم درس گذشته یادتون باشد، این لام را گفتیم لام مکسوره، نامش لام امر هست. لام امر وقتی در اول فعل مضارع میدراید، فعل مضارع دلالت به امر میکند، به طلب، به طلب کردن و آخری حرف مضارعت را ساکن میکند یا نونهای امثله خمسه را از بین میبرد. این لام هنرش همین هست، آخرش ساکن میکند یا نونهای امثله را از بین میبرد. به مثل لم خواندگی بدیم، لم در فعل جهد. این لا هم به مثل آن همون عمل میکند. یکم مسئله. و دویم مسئله حالا این مجهول است، ما شما معلومش را درس گذشته با تفصیل گرفته بودیم. خب میگذاریم به ترجمه کردنش. صاحب کتاب چی میگوید؟
میگوید که آن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود لتضرب، یکمش لتضرب. ترجمهش رو دقت بدید که ترجمه بالخصوص به زبان تاجیکی کردن بسیار مهم و بسیار رول اساسی را میبازد. میگوید که لتضرب ترجمهش گو تا زده شوی تو مرد، صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول امری بالام. ببینید گو تا زده شوی تو مرد، این شاید برای بعضی فهمیدنش قیم باشد. به زبان ساده ما میگیم که لتضرب بگو تا اینکه تو شته بخوری، بگو تا اینکه تو شته بخوری، بگو تا اینکه تو شته بخوری. ان همین به زبان تاجیکی هست ترجمهش. اما به فارسی میگوید گو تا زده شوی، یعنی بگو تا اینکه زده شوی تو مرد. این یک کس. دو کس باشه چی؟ لتضربه، دو کس مخاطب یعنی تثنیه می شود لتضربه. ترجمهش گو تا زده شوید شما دو مرد، صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول امری بالام. یعنی که باید شما بگو تا اینکه شما دو کس شته بخورید. پس این معنایش است، بگو تا اینکه شما دو کس شته بخورید. لتضربه. جمعش باشد لتضربو، جمع مخاطب مذکر می شود لتضربو. ترجمهش گو تا زده شوید گو تا زده شوید شما همه مردان، صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول امری بالام. بگو تا اینکه شته بخورید شما همه مردان. ببینید شما همه مردان، زیرا که این مخاطب هست. با همین سه تا مخاطب، سه تا مذکر مخاطب به آخر رسید. صاحب کتاب میگه اون سه که مؤنث را بود. اکنون این سه تا را توضیح دادن شروع میکند. چی میگوید؟ میگوید که لتضربی ترجمهش گو تا زده شوی تو زن، صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول امری بالام. لتضربی بگو تا اینکه زده شوی تو ای زن، بگو تا اینکه زده شوی تو ای زن، مجهول امری چی؟ مجهول امری بالام، یک زن. اگر دو تا باشد میگیم لتضربا. ترجمهش گو تا زده شوید شما دو زن، صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول امری بالام. بگو تا اینکه زده شوید شته بخورید شما دو زن. اگر زنها بسیاری باشند میگیم لتضربنا. ترجمهش لتضربنا گو تا زده شوید شما همه زنان، صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول امری بالام. لتضربنا بگو تا اینکه شته بخورید شما همه زنها. پس این هست مجهول امری بالام مخاطبش، سه تا مذکر و سه تا مؤنث. با این شش تا مخاطب به آخر رسید. میگذاریم در شش تا غایب. صاحب کتاب میگوید که آن شش که غایب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود، این سه تا اکنون بیان میکند. میگوید آن سه که مذکر را بود لیضرب. ترجمهش گو تا زده شود وی مرد، صیغه واحد مذکر غایب مجهول امری بالام. یعنی بگو تا اینکه شته بخورد وی مرد، مجهول امری چی؟ امری بالام، یک مرد. اگر دو کس باشد میگیم لیضربه. ترجمهش گو تا زده شوند ایشان دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول امری بالام. یعنی بگو تا اینکه آن دو مرد شته بخورند، صیغه تثنیه مجهول امری چی است؟ امری بالام. جمع مردها بسیاری باشند اگر میگیم که لیضربو. ترجمهش گو تا زده شوند ایشان همه مردان، صیغه جمع مذکر غایبین مجهول امری بالام. یعنی بگو تا اینکه اون مردها شته بخورند، بگو تا اینکه اون مردها زده شوند. این صیغه جمع مذکر غایبین مجهول چی است؟ امری بالام. اکنون سه تا غایب به پایان رسید. میگذاریم در سه غایب مذکر به پایان رسید. میگذاریم در سه غایب مؤنث. در سه غایب مؤنث چی میگوید؟ میگوید که اون سه که مؤنث را بود، اکنون صاحب کتاب این را بیان میکند. میگوید این سه تایی که برای مؤنث است، یکمش لتضرب. ترجمهش گو تا زده شود وی زن،
сиғаи воҳидаи муаннаси ғоибаи маҷҳули амри болом. Яъне бигӯ то ин ки шата бухӯрад он зан сиғаи воҳидаи маҷҳули амри болом. баъд аз ин литудраба, агар ду зан бошад мегем литудраба, тарҷумааш гӯ то зада шаванд эшон ду зан сиғаи татнияи муаннаси ғоибатайни маҷҳули амри болом. Яъне бигӯ то ин ки он ду зан шата бухӯрад. ва ин буд дуюмаш. ҷамъаш, ҷамъи ғоиботаш, ҷамъи муаннас мегӯяд ки лиюдрабна, лиюдрабна, тарҷумааш гӯ то зада шаванд эшон ҳамаи занон сиғаи ҷамъи муаннаси ғоиботи маҷҳули амри болом. яъне бигӯ то ин ки шата бухӯранд он занҳо ҳамаашон сиғаи ғоиботи маҷҳули амри болом. бо ин шаштаи ғоиб ҳамчунин ба поён расид бо тарҷумаҳояш. акнун мегзарем дар дутаи мутакаллим. соҳиби китоб мегӯяд ки он ду ки ҳикояти нафсро буд, он дутае ки барои мутакаллим аст, якумаш лиудраб. лиудраб тарҷумааш гӯ то зада шаванд ман, гӯ то зада шаванд ман, мард ё зан сиғаи воҳиди мутакаллими маҷҳули амри болом. гӯ то зада шавам, яъне бигӯ то ин ки ман шата бухӯрам, бигӯ то ин ки ман шата бухӯрам, бигӯ то ин ки ман зада шавам сиғаи воҳиди мутакаллими маҷҳули амри болом. акнун сиғаи ҷамъаш чӣ? мутакаллим маъал ғайр. агар ду кас зиёд бошанд, ду кас аз ду кас зиёд бошанд мегӯяд линудраб. тарҷумааш гӯ то зада шавем мо ҳамаи мардон ва ё ҳамаи занон сиғаи мутакаллими маъал ғайри маҷҳули амри болом. линудраб гӯ то зада шавем мо ҳамаи мардон. бигӯ то ин ки шата бухӯрем мо ҳамаи мардон, зада шавем мо ҳамаи мардон. пас ин ҳаст тарҷумаву баёни ин 14 сиғаи амри ғоиб, маҷҳули амри ғоиб ё маҷҳули амри болом. ва ин ҳаст дарси 19 мову шумо. акнун ин 14 сиғаро як бор якҷо такрорш мекунем барои дар зеҳнмон шиштан. аммо аввал мухотабро мегӯем, баъд ғоибро, баъд мутакаллимро. аз ин ҳисоб диққат битиед. мегӯем литудраб, литудраба, литудрабу, литуdrabi, litudraba, litudrabna, liyudrab, liyudraba, liyudrabu, litudrab, litudraba, liyudrabna, liudrab, linudrab. این شد 14 صیغه‌اش. اکنون حالا ما استخرج یستخرجو رو اگر بگیریم، پس به مثل همین اول مخاطب رو میگیم لتستخرج، لتستخرج، لتستخرجو، لتستخرجی، لتستخرج، لتستخرجنا، لیستخرج، لیستخرج، لیستخرجو، لتستخرج، لتستخرج، لیستخرجنا، لیستخرج، لنستخرج. 14 صیغه‌اش. یعنی گو تا اینکه طلب برآمدن کند، لتستخرج یعنی گو تا اینکه طلب برآمدن کند وی مرد. تا آخرش همین خیل ترجمهش میکنید. مثلا دحرج یدحرجو رو اگر بگیریم به مثل همین بگیم که لیدحرج، لیدحرج از مخاطب شروع میکنیم. لتدحرج، لتدحرج، لتدحرجو، لتدحرجی، لتدحرج، لتدحرجنا، لیدحرج، لیدحرج، لیدحرجو، لتدحرج، لتدحرج، لیدحرجنا، لیدحرج، لندحرج. پس معناش لتدحرج مخاطب مذکر واحدی مخاطب. پس میگیم لتدحرج یعنی بگو تا اینکه جر بکند وی مرد، تا اینکه جر کرده شود وی مرد. بگو تا اینکه جر کرده شود وی مرد. پس همین طور ترجمه تا به آخرش را بیان میکنید و از خود میکنید و همین طور هر فعلی که مجهول امر بالام اومد همین طور ترجمه کرده می شود. پس این هست درس 19 ما و شما از کتاب بیدون از علم صرف. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید و در اینجا این درس 19 رو به پایان میرسانم و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.